سلام رفقا، شاهین محمدپور هستم از بهشت بازیبازان گیمرز پارادایس. توی این قسمت رسیدیم به میشن 4 تمرین دومش، کرییت روتیتینگ کالکتیبل. تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم اینجا الان یه دوراهی هست. اگر دوست دارید که توی قصه کد نویسی، برنامه نویسی جایی براتون تقریباً تا حد متوسط تاریکی نمونه، جایی براتون گنگی نمونه، بفهمید چی به چیه. مثلا این کدی که کپی پیست کردیم الان اصلا نفهمیدیم هم چی به چیه جلسه قبل. اگر میخواید با جزئیات عمیق‌تر یاد بگیرید اینا چیان، چی به چیه، به چه کاری میاد، بیاید خواهش میکنم دوره آموزش کدنویسی با سی شارپ با رویکرد بازیسازی در یونیتی از بنده رو نگاه بفرمایید. خواهش میکنم با جزئیات ساده و روان توضیح دادم تا حد متوسط که چه خبر، داستان از چه قراره. هم آموزش سی شارپ هم سی شارپی که برای یونیتی به کار میره. از نصب یونیتی هاب هست، مبانی برنامه نویسی از صفر شروع کردم. یعنی شما اصلا هیچ اطلاعاتی هم از کد نویسی، برنامه نویسی، پروگرامینگ یه حرفا نداشته باشید، با این دوره تا یه حد خیلی زیادی انگار که لیسانس برنامه نویسی گرفتید، لیسانس نرم افزار. واقعا به جرئت میگم. و از کلاس شروع میکنیم، توضیح میدیم کلاس چیه، متغیرات چی هستند، استفاده از متغیرات چه شکلیه، فراخوانی متدها چه شکلیه، املای کد چیه، قراردادات چیان، عملگرهای حسابی یا انتصابی، عملگرهای منطقی مقایسه گر، دستور ایف، لوپ و میبینید یه دوره کاملیه. 36 قسمت ساختم تا سویچ، تا کد سویچ رو خیلی پیشرفته تر از این پتوه یونیتی اسنشیالز یاد میگیرید با جزئیات. و حالا اگر نمیخواید عمیق بشید و جزئیات کد نویسی اینا رو یاد بگیرید و خیلی براتون آسون تر بشه که هیچی، اونو ولش کنید که همین ادامه اینو میریم. این هم یه سری توضیحاتی داده اینجاها، ولی خب بیشتر در حدی که شما رو علاقه‌مند بکنه به یونیتی و این حرفا. اگر واقعا جدی هستید تو یادگیری، خواهش میکنم قبل از این برین اینو نگاه کنید. وقتی برگردید دیگه از من بهتر اینا رو میتونید انجام بدید. قبلش اصلا دیگه این خیلی ساده تر میشه، براتون حوصله‌تون سر میره. خلاصه این تو سایت هم هست، تو گیمرز پارادایس هم هست سایت خودم. و قسمت دوم این برنامه نویسی با سی شارپ با روی کرده بازی سازی هم آماده شده، متوسط تا پیشرفته. بس فرصت خیلی عالیه که اینو نگاه بکنید و اونم بعدش منتشر میشه با همین یونیتی اسنشیالز. حال کنید دیگه. خلاصه بسیار خوب، بریم سراغ کار خودمون توی این ویدیو. حالا بسیار خوب، کرییت روتیتینگ کالکتیبل میگه یه کالکتیبل این اشیایی هن که تو بازی ها معمولا میچرخند، بالا پایین میرن و وقتی میریم روشون کالکت میشن، یعنی ورش میداره. این به اینا میگن کالکتیبل. منظور اونا کرییت روتیتینگ کالکتیبل. حالا یه آیتمی که بریم روش ور میدارتش کالکت میشه که میچرخه دور خودش دیگه. Program your first line of code from scratch to make your collectible object rotate around its y-axis. میگه میخوایم یه کدی بنویسیم که یه گیم آبجکتی دور خودش بچرخه توی محور Y. خیلی خوبه. این یه اوورویو نشون میده چی میخوایم بکنیم. یه اینجور چیزیه، یه مکعب اینجوری میچرخه و وقتی پلیرمون بیاد درس روش رد بشه اینو میگیرتش، جذب میشه، این میره پی کارش. این همینو میگه. و بازم این last tutorial you copy and pasted code in your skill which is great way to start. میگه دفعه قبل کپی پیست کردیم کدو که روش خوبیه. حالا اگر که you write your first line of code to make a collectible. حالا اینجا میخوایم خودمون این چیزایی بنویسیم. مرسی. استپ دوم، add a collectible game object in front of the player. میخوایم یه گیم object collectible بیاریم بزنیم جلوی پلیرمون. First step is adding a collectible item in front of player. You'll probably want to select a collectible flip that makes sense with character you've chosen. میگه که یه کالکتیبل میخوایم درست بکنیم. حالا با توجه به کاراکتری که انتخاب کردید خیلی مهم هم نیست. مثلا اگه ربات انتخاب کردید، این یارو ربات وکیوم جارو برقیه، کوتساک آب درت.
مثلا گرد و خاک جذب میکنه، گرد و خاک برش بیارین. اگه ماشین لیدل استارز این ستاره برش بیارید، اگه اون موشه است براش پنیر بیارید، اگر این یارو فضایی منه که براش یارو سنگای قیمتی بیارید، جمستون و حرفا. اگه هم نخواستی چیز دیگه بیاریم، یه گیم ابجکتیو میخوایم اینجا به چرخ دور خودش و وقتی هم پلیر اومد توش اینو بتونه ورش داره. Instructions. In the project window, navigate Unity Essentials Prefabs Collectibles. خب drag and drop your chosen collectible prefab into scene directly in front of player. میگه یه دونه از اینا رو انتخاب کنید، از این کالکتیبل رو drag and drop کنید بیارید بندازینش جلوی پلیر. Adjust the collectibles position, rotation and scale in scene view as needed to ensure. میگه در اندازه و روتیشن و جاش هم درست کنید. This will make testing as efficient as possible. میگه با اینکه تنظیم کنید اینا رو، تست کردن رو خیلی ساده تر و بهینه تر میکنه. You might want to adjust the position and rotation of the camera so that you can easily see the collectibles in front. میگه اگه خواستید میتونید حالت دوربینم عوض بکنید که این ببینید چی دارین میکنید. مرسی. بریم ببینیم چه خبره. خب پروژه باز نبود اصلا. پروژه رو باز کردیم. خب میگه بیایم بریم تو یونیتی اسنشیالز، بعد پریفابز کالکتیبلز. اینجا یه سیب داریم، سیب فلزیه مثل این که یه پنیر هست، درت کوین، نمیدونم استخونه ماهی، این اون چیز هست که موجهمیه که باید بیاریم، الماسه، چیز زیباییه. خب میاریم میذاریمش اینجا و خیلی کوچولوه، بعد ذره بزرگش کنیم. با آر میام روی اسکیل تول بزرگش میکنم تو همه زاویه ها، خیلی شد. بعد میاریمش اینجا روی این فرشه. خوبه. خب حالا میگه که اسمش هم میگه بذاریم کالکتیبل، فقط این اسم اضافهش هم پاک میکنم راحت. خب instruction. In project window navigate to Unity Essentials script folder you accessed in previous tutorial. میبینیم توی اسکریپت فولدری که بهش تمرین قبلی رفتیم سراغش. Within the scripts folder right click and select create C# script. میبینیم اونجا یه اسکریپت جدید بسازیم. With the script's name automatically highlighted immediately remove. اینا رو که ما انجام دادیم بابا، چی میگی دوباره باز؟ میگه اسمش بزنین کالکتیبل. اسم اسکریپت رو میگه بزنین کالکتیبل، نه این آبجکت رو. خب عیب نداره. Just like last time the spelling of the name is important because it becomes part of the script. اسم اسکریپت رو با اون قانونی که گفتیم مواظب باشین بذارین بدون فاصله، اولین حرف هم بزرگ. Press enter to save script name. You'll see code of new blank فلان اینجا. خب دوباره همون چیزایی که ویدئوی قبلی گفتیم اینجا هم باز همونا رو کپی پیست کرده. بعدش که ساختیمش توی هایرارکی select collectible game object drag and drop the collectible script you just created from project window into an empty space of the inspector window for the collectible game object. میگه بعد این اسکریپت رو بندازیم روی این کالکتیبل. باشه چشم. میایم اینجا یونیتی اسنشیالز پوشه اسکریپت، اینجا یه راست کلیک میکنیم کرییت سی شارپ اسکریپت، اسمش هم میذاریم کالکتیبل. خب بعد بذار این کارشو بکنه ساختش برامون. این یکی کالکتیبل انتخاب میکنیم، اینو میاریم میندازیم روی این، میارمش پایین. یه برو بالا، نمیری؟ عجب، بی زیر این بابا. عیب نداره. حالا انداختیمش روی این. بعد دیگه چی؟ همین. آره دیگه این استپ بزن کامپلیت. استپ 4 Review the structure of the default script. خب وقتی که این اسکریپت رو باز بکنیم، هر اسکریپت جدیدی که بسازیم
این برامون میاد توش اینا رو برامون نوشته به صورت پیش‌فرض. یه قسمت این بالاست که یه سری یوزینگ نوشته using system.collections using system.collections.generic using unity engine. یه قسمت دیگه اینه که نوشته public class collectible mono behavior 2 نقطه بینشه و یه دو تا قسمت همینجاست. الان بهمون میگه اینا چیه. Before you start coding take a minute to review structure. میگه که قبل اینکه شروع کنیم یه ببینید اینا با هم چه خبره و اگر که اون دوره ما رو نکنید اینا رو خودتون میفهمید اول و الان بهتر از این توضیح میدیم. اینا خب in the project window double click on the اینو میگه این اسکریپت کالکتیبلتون رو که ساختین وا کنین، این یوزینگ استیتمنت هاشو نگاه بکنین، مخصوصا اونجا که نوشته using unity engine this link. بذاریم بریم هم نگاه کنیم بعد بریم این کالکتیبل. اینو دوباره روش کلیک میکنم میایم اینجا. خب اینجا یه 3 تا یوزینگ داریم که اینا رو برای ما نوشته چی کار باید کرد. این یوزینگ یونیتی انجین میگه this links link the script to the necessary libraries so that when you enter something like rigid body the script knows what that means. خب دوستان ببینید C# یه زبان برنامه نویسیه که میشه باش هم خیلی کارهای زیادی کرد و مثلا وقتی که دارین برای وبسایت کد نویسی میکنید اینجا یک سری پکیج های دیگه ای رو استفاده میکنیم که کد های مربوط به ساخت محصولی که ما میخوایم رو داره و مثلا using systems.collections یا همین Unity Engine. این using Unity Engine یه سری کتابخونه ایه که خود یونیتی برای ما ساخته و اومده توش تعریف کرده کدها چیان، مثلا کامپوننت های یونیتی چیه. به قول این مثلا وقتی می نویسیم ریجید بادی این یوزینگه باعث میشه که کد ما بفهمه این ریجید بادی چیه و یعنی ریجید بادی خارج از یونیتی معنی نداره برای C# و بازی سازی. همینطور که مفاهیم مثلا طراحی وبسایت معنی ندارن توی بازی سازی. خلاصه ما همیشه از یک سری کدهایی که کسای دیگه قبلا برامون نوشتن استفاده خواهیم کرد و مثلا وقتی یک کدی رو می‌نویسیم اینجا این نمیشناستش، فکر کنید الان یه چیز معنی داریه که این نمیشناستش، بعد بیایم اینجا یه یوزینگی بنویسیم، یه پکیجی که این توش نوشته شده رو بنویسیم، از اون می‌خوایم استفاده کنیم، بعد بیایم اینجا بنویسیمش مثلا اون فلان تاب فلان چیزا رو بعداً میفهمیم. خلاصه این یوزینگ ها میگه ایناست. اینها یک سری پکیج هستن که یک سری کودهای آماده شدن از قبل، بهشون میگیم لایبرری یا کتابخانه که باید از اینا استفاده بکنیم که کد ما بفهمه و وقتی اصلا خودمون کد نویسی میکنیم این یه سری پیشنهاد به ما میده، مثلا میگه فلان چیز منظورته، فلان کامپوننت رو میخوای استفاده کنی، این کامپوننت این ورودی ها رو داره، این خروجی ها رو داره، کلی اطلاعات راجبش میده بهمون. این اطلاعات رو خودش بعد از یه جایی بیاره که از این یوزینگ ها میاره در واقع و این ایناست. Beneath the using statement look at class declarations. حالا زیر این تعریف کلاس رو ما داریم public class collectible. اون اسم اسکریپتی که اونجا می نوشتیم با این اسم کلاسمون اینجا با هم دیگه باید یکی باشن تا با هم دیگه بتونن متصل بشن. اگر که نمیدونی کلاس چیه و خواهش میکنم برای بار چندم برین اون دوره رو نگاه بکنید تا اوستا بشید بیاید اینجا دیگه نیازی به این توضیح ها نداشته باشید. This defines the script as public class. مثلا اینجا الان یه توضیحاتی داده شما میگه این خط یه کلاس پابلیک درست میکنه به اسم کالکتیبل. خب حالا کلاس چیه، پابلیک چیه، کلاس پابلیک چیه اصلا؟ اینا رو چون اونجا توضیح دادم دیگه نمیگم، بهتون گفتم کجا هست و قبل از این دور قسمت هم بهتون گفتم به اینو نگاه کنید حتما. خود این اینجا یه ذره لنگ زده و اینجا میگه که خلاصه توضیحاتی که اینجا داده اینه که یه کلاس پابلیک برامون درست میکنه با اون اسمی که بهش دادیم. کلاس جاییه که کد مینویسیم توش و از چندین تابع تشکیل شده متد.
و این کلاس آقا ببینید چه توضیحاتی داده اینجا یارو، وقتی نمیدونه کلاس چیه چرا ارثبری رو توضیح دادی. میگه این کلاس از مونو بیهیویر هم ارثبری میکنه. میدونم مثلا اگر که ندونید این مفاهیم چیه الان هیچی نمیفهمید و کاملا هم طبیعیه. و اینجا میگه که مونو بیهیویر یه کلاس خودش یه کلاس دیگه است که ریکوایرده برای همه کلاس های گیم آبجکت توی یونیتی. یعنی این مونو بیهیویر برای همه کلاس هایی که توی یونیتی، هر کدی که توی یونیتی بخوایم بنویسیم اینو لازم دارن دیگه. اینو بدونید در این حد. This bit of code is what allows you to add your script as a component. میگه این یه تیکه توی این یک سری کدهایی هست که ما وقتی ازش ارثبری میکنیم باعث میشه کد ما بره به اون کامپوننت توی یونیتی وصل بشه. Don't worry if this is confusing. if که قطعا هست. میگه اگر که چیزایی اگر نیست قطعا گیج کننده است و این مفاهیم کم کم توضیحات میده چیه به ما. بعد میگه که برین locate the start function. حالا ببین اینجا این فانکشن یا متد استارت رو نگاه بکنید. اینه This function is executed once at the beginning of the game. این طبق توضیحات ایشان این فانکشن، این تابع، این متد یک بار اینجا نوشته قبل از اولین فریم بازی وقتی ما بازی اجرا میکنیم اینجا این متد یک بار اجرا میشه. اول هر کدی توی این بنویسیم یه بار اجرا میشه تو استارت. حالا برین آپدیت رو نگاه بکنید. یه فانکشن دیگه داریم به اسم آپدیت که این آپدیت توی هر فریم اجرا میشه یک بار. مثلا اگر بازی ما داره در 30 فریم در ثانیه اجرا میشه، 30 FPS داریم، این تا به 30 بار کداش اجرا میشه. Unity runs this function once per frame. اینم همینو گفته گیم ها معمولا بین 30 تا 60 فریم بر ثانیه بر اساس سخت افزار سیستم شما اجرا میشن. So any code within this function will be executed many times continuously throughout the game. به تعداد فریمی که در ثانیه اجرا بکنه بازی ما این کد ها هم اجرا میشن اینجا دیگه. Making it suitable for ongoing actions and animations. This is where you put your rotation code so that the collectible will rotate continuously. چون که این متد در هر فریم اجرا میشه، هی تکرار میشه، ما هرچی توی این بنویسیم به صورت ادامه دار انجام میشه. حالا ما این چرخشی که میخوایم انجام بدیم چون میخوایم این هی به چرخ دائم توی این آپدیت بعد بریم کد بنویسیم. اینو بزنید کامپلیت. استپ پنجم Plan your rotation code. Before writing your first line of code, let's take a moment to understand what you're actually trying to do in your code. You'll experiment in scene view to visualize this. میگه بزنین یه مروری بکنیم، یه توضیح بدیم چی کار میخوایم بکنیم اول قبل اینکه بنویسیم. Instructions. Select collectible object and frame it in scene view so you have good view of it. میگه برین اینو فریم کنین، نگاش کنین اول. At the top of scene view, make sure you're using the local coordinate system instead of global so that you'll able to see ordination. میگه که وقتی این انتخاب کردین بیاین این coordinates رو، این مختصات رو بزنین روی لوکال، گلوبال نباشه. 3. In the inspector window, in transform component, locate the rotation coordinates. Click and drag label Y to right and left to change فلان. میگه بیاین این تغییری که میخوایم بدیم و اول ببینیم بعد بیاین با کد انجامش بدیم. Watch the demo video again very closely if you're still not sure how to do this. نه میدونیم ما. If you hold on the shift key while you click and drag the value will change more quickly. خب اینم انجام میدیم. یه اف بزنیم ببینید هر تغییری داخل مکانی که اینا وایسادن، روتیشن یا زاویه چرخش اینها و اندازه کل گیم آبجکت ها توی یونیتی، تغییر و نگهداریش وظیفش با کامپوننت ترانسفورمه. پس ما که میخوایم این بچرخه الان بعد روتیشنش رو تغییر بدیم بعد دست به دامن کامپوننت ترانسفورم بشیم. در محور ایگرگ میخوایم این رو بچرخونیم. ببینید
اگر که بیایم اینجا روی این اسم این محورها وایسیم، اینجا میدید یه فلش چپ و راست موس میاد، این یعنی کلیک میکنیم روش. حالا اگه درک کنیم چپ و راست، مقدار این عوض میشه کم کم. هرچی سریعتر ببریم اینم سریعتر میشه. میخوایم یه چیزی درست کنیم که اینجوری بچرخه، اینجوری ثابت برای خودش، که بگه که من یه چیزی هم که میتونی ورم داری بیا سمتم. و اینو میخوایم انجام بدیم با کد. اولش اومدیم یه نگاهی کردیم اینجا که ببینیم چی کار میخوایم بکنیم و بعدش با کد هم در واقع میایم همین کارو میکنیم. با کد هم میگیم بیا به این کامپوننت ترانسفورمه، میگیم اینو کم کم بچرخون توی ایگرگ. و وقتی که اینو نگه داشتین اینجا موس رو و دارین چپ و راست میکنین، اگر شیفت رو نگه دارین خیلی با مقیاس بزرگتری کم و زیاد میشه. میبینید اگه خواستید خیلی زیاد فرق کنه یه دفعه. استپ ششم add your first line of code to rotate the collectible. خب بریم اولین کدمون رو بنویسیم. It's time to add continuous rotation from your collectible script. You'll do this by manipulating the objects transform. همین چیزایی که من گفتم میگه با دستکاری کامپوننت ترانسفورم این object collectible ما اینو میچرخونیم، باش ورمیریم. Specifically you'll use the transform.rotate method. از این متد میخوایم استفاده بکنیم، transform.rotate، برای چرخوندن این از طریق کد. A built-in Unity function that makes an object rotate in 3-dimensional space. میگه این یه متد از قوانین شده است که یونیتی درست کرده، باعث میشه یه گیم آبجکت توی هر سه چیز بچرخه، هر سه بعد ما بچرخه، یا هر سه محور x و y و z. تو هر کدومش بخوایم میتونیم هم تکی بچرخونیم هم گروهی. For a simple rotation effect, you'll change the y value, which makes the object rotate around its vertical axis. میگه برای یه چرخش ساده مثل الان فقط حول یک محور میچرخونیمش، حول محور y، که دور خودش بچرخه، در دور حول محور در واقع افقی عمودیش بچرخه. When you put this rotation code in the update function, the collectible will rotate a little bit each frame, making it appear to smoothly continuously rotate. میگه وقتی که این کدو بذاریم توی هر فریم این یه ذره میچرخه، یه ذره میچرخه، ولی خب ما دیگه اون چیز میبینیمش سری که میشه بازی اجرا میشه دیگه ادامه دار میبینیمش که داره کامل میچرخه. حالا instruction open collectible script put your cursor inside update method. برین توی این اسکریپت برین داخل between sets of curly brackets update method update. رفقا اینا رو میبینید یه نمیدونم چی میگیم به اینا توی فارسی، پرانتز باز پرانتز بسته، که پرانتز که نیست، اینه کرلی براکت میگن، اما ما برای آسان شدنش میگیم براکت باز، براکت بسته. خب اینه، یه براکت اینجا باز میکنیم، یه براکت میبندیم. اون دوره رو نکنید کامل میفهمید اینا چی ان توی قلمروی متد. و هر کدی ما بخوایم بنویسیم که به این متد ربط پیدا بکنه باید بین اینها باشه. اینجا اگر اینتر بزنیم میاد پایینتر و این قلمرو بیشتر میشه. هر کد رو میتونیم توش بنویسیم هر چی خواستیم. خلاصه کرلی براکت یا براکت اینه، هر کدی ما خواستیم بعد بین این براکت باز و بسته متد بنویسیم. It can be helpful to add a few new lines using inter. میگه چند تا اینتر بزنید، چند تا خط بیاد پایین جا باز بشه. External space won't change functionality. اینجا ببینید هر چی اسپیس بزنیم ما مهم نیست، برای کامپیوتر هیچ فرقی نداره، در آخر اسپیس از بین میره و کدا همه پشت سر هم دیگه اجرا میشن. منتها ما اینجا خطی مینویسیم و اگر بین دو تا خط 40 تا اسپیس هم باشه هیچ عیبی نداره، ولی خب یه جوری بنویسیم که برای خودمون هم خاناتر باشه بعدا. بسیار خوب. تیری استیانو 7. Write the following line of code inside update function between the opening and closing curly bracket. میگه این کد رو بریم بذارین توی اون متد فانکشن بین براکت باز و بستش. اینو کپی میکنیم، میتونین خودتون هم بنویسین. میایم اینجا مینویسیمش transform. ببینید اگر یه چند تا کلمه بنویسید این خودش هم میره حدس میزنه، چیزایی که هست رو میاره برای ما که اصلا باید از این استفاده بکنیم در واقع. و یک سری اینجا گزینه بهم پیشنهاد میده، با بالا پایین میتونم
و توضیحات هم ببینید میده اینجا. نگاه کنید الان مثلا این ترانسفورم با این ترانسفورم با تی بزرگ متفاوته. خب و توضیحش هم داده ترانسفورم کامپوننت the transform attached to this game object. میگه اون کامپوننت ترانسفورمی که به این گیم آبجکت وصل شده. به کدوم گیم آبجکت؟ به گیم آبجکتی که بعدن خود این اسکریپت بره وصل بشه بهش. پس ما با این کار داریم ترانسفورم. بعد اینی که بهمون پیشنهاد داد انتخابش کردیم، یا میتونیم اینتر بزنیم یا تب. بعد یه نقطه میزنیم بریم قسمت بعدیش. حالا تو این ترانسفورم دنبال روتیت هستیم ما با آر بزرگ، این پایینی. این هم یه اینتر میزنم یا تب. حالا بهم میگه این شکلیه ها و 3 تا عدد بهش بدی. میدیم چشم. این به ما گفته بود 0 اولی ایگرگه. ببینید اینجا اومد ایکس انگل، ایگرگ انگل، زد انگل. تو محور ایکس نمیخوایم این بچرخه، یه ویرگول. تو محور ایگرگ یه دونه میخوایم بچرخه، تو محور زد هم نمیخوایم بچرخه. و در آخر هر کدی نوشتیم خطمون تموم شد یه دونه سمیکالن میذاریم. به این میگن سمیکالن، نقطه ویرگول. خب این هر جا این برسه بهش بنده خدا کامپیوتر میفهمه که این یه خطی بود تموم شد، این خط تمومه. بعد این هرچی نوشته بشه خط بعدیه. پس هر خطی که نوشتیم توی برنامه نویسی سی شارپ یادتون باشه یه دونه از اینا میخواد معمولا. کرلی براکت، ببخشید چیز کرلی براکت که نه، این یکی بود. این سمی کالم، همین نقطه ویرگول خودمونه که انگلیسیش میشه سمی کالم. اینجا هم گفته don't forget to add the semicolon at the end of line code. آخر هر خطی این سمیکالن رو باید بذاریم. This line is a unity to rotate collectible object model. این کدی که الان نوشتیم اینجا میگه که این گیم آبجکتی که وصله به ما، برو توی کامپوننت ترانسفورمش، بعد توی قسمت روتیتش یه دونه حول محور ایگرگ بچرخونینو به سمت مثبت 1. و این تموم میشه میره، فریم بعدی میاد دوباره باز این اجرا میشه، باز یکی دیگه میچرخونتش، باز فریم بعدی یکی دیگه، یه ذره اینجوری میچرخونتش که ما اینو بعدن ادامه دار میبینیم، به هم پیوسته میبینیم این چرخیدن رو. خب save the script by pressing Ctrl S. من سیو کنید، یادتون باشه هر چیز سیو نکنیم اجرا نمیشه و این تا وقتی سبز نشده باشه سیو نشده. Ctrl S رو میزنیم سیو میشه. از اینجا میتونیم از تو فایل سیو آل رو بزنیم، این هم میشه زد. و back in Unity editor play interplay mode to see the collectible object rotating. خب بریم ببینیم چیکار کردیم. پلی بزنیم، این اسکریپت رو به اینجا وصل کردیم، این کالکتیبل به این، و وقتی اجرا بشه اون کدایی که اونجا نوشتیم اجرا میشه. چقدر تون داره میچرخه. این فرفره خیلی زیاد شد. خب احتمالا خودش بگه که چیز کنی. During play mode you can switch the scene view tab which will allow you to get a close up view to collect. چی میگه وقت اجرا میتونید از تو سین ویو ببینیش. خب همینجایی الان میگه که خودش کمش کنیم اینو چون خیلی داره سرعتش زیاده. Reduce speed to a decimal float value. You might notice that the collectible rotates really quickly. However, if you try to reduce the value from 1 to 0.5 in your script, you'll get an error in your code indicated by a red underline. میگه این سرعتش الان خیلی زیاده، منتها ما این رو عدد کامل باید بهش بدیم. الان اینجا عدد کامل دادیم، یعنی عدد صحیح دادیم. اگر بخوایم بکنیمش نیم این قبول نمیکنه، از ما ارور میگیره، و بخوایم ارور نگیره بکنیمش صفر هم که اصلا نمیچرخه. چیکار باید بکنیم؟ این C# decimal numbers are treated as float values. داخل C# رفقا به عددهای اعشاری، عدد اعشاری مثلا همین نیم یا مثلا 1 و نیم، این عدد صحیحه دیگه، هیچ اعشاری نداره بعدش یا قبلش، این عدد اعشاریه نیم. عددهای اعشاری داخل C# بهشون میگیم فلوت، اعداد فلوت این اعشاریان. پس
یک فلوت شورت ها فلوتینگ پوینت نامبر، مخفف فلوتینگ پوینت نامبره یا عدد شناوری نمیشه میگن. حالا ما هم اشاریاتون باشه. is a data type that can handle decimals. یه دیتا تایپیه که یه نوع متغیریه که میتونه این اعشارها رو برای ما نگه داره. حالا دیتا تایپ اینجا میخواد بگه چیه که ما تو اون دوره به طور کامل توضیح دادیم با متغیرها و اینا. In programming specify the type of value and how the computer interprets this value. دیتا تایپ ها نوع متغیر همونن، نوع جنسی هن که این متغیر نگه میداره، یا عدد یا متن یا عدد اشاریه یا عدد صحیحه. هر حال when you use a float value in C# you need to explicitly indicate it's a float by putting f at the end of number. میگه وقتی که اینجوری مینویسیم اینو براش، این متوجه نمیشه که این یه عدد اشاریه و باید یه f آخرش بعدش یعنی بذاریم. این f رو که بذاریم مشکل حل میشه. حالا این چرا متوجه نمیشه؟ متوجه میشه، به خوبی هم متوجه میشه. خب منتها داستان و مشکل اینه که اونجا هم توضیح داده بودم توی این دوره، ما دو نوع عدد اعشاری داریم، دو نوع تایپی داریم که عدد اعشاری نگه میدارن. یکیش اسمش فلوته، یکی دیگهش اسمش دابله. دابل هم نگه میداره، اون تعداد خیلی زیادتری نگه میداره. و وقتی ما نوع اینها رو مشخص نمی کنیم، این چیزی که اینجا اصلا هیچ حرفی ازش نزده، این بنده خدا به این خاطر ایراد میگیره و متوجه نمیشه که میگه تو این منظورت این فلوته یا دابل، فرقش رو بهم بگو. و حالا فرقش در واقع چیه؟ دابل برای اعدادیه که خیلی دقیقه، این بعد اشارشون خیلی، مثلا فکر کن 10 تا رقم بعد این هست. فلوت برای جاییه که مثلا 2 تا 3 تا رقم بیشتر بعد اشار نمیاد. اون اندازه‌ای که نگه میداره خیلی بزرگتره. اگر ما اندازمون انقدر بزرگ نیست نباید از دابل استفاده بکنیم، بعد از فلوت استفاده کنیم. خلاصه این فرق اینها رو نمیتونه متوجه بشه که منظور شما کدومه، من چقدر جا اختصاص بدم برای نگهداری این عدد، اندازه فلوت یا اندازه دابل. وقتی یه f این جلوش میذاریم این میفهمه که این فلوته، میره به عنوان یک فلوت اینو ذخیره میکنه. این به این خاطره. ببینید الان بیایم اینجا انجامش هم بدیم. این یکه میکنمش 0.5. میگه که argument cannot convert from double to float. متوجه نشده این الان دابل در نظر میگیره اگر ننویسیم و مشکل پیش میاد. اینجا باید فلوت بهش بدیم، فعلا در این حد بدیم که یه f جلوش مینویسیم. این f میاد کار ما رو حل میکنه. این تو یونیتیه ها، جای دیگه نیست. تو یونیتی این شکلی میفهمونیم بهش که f و تقریبا 100% مواقعی که ما عدد اشاری داریم با فلوت هم کار داریم، سر کله میزنیم و تقریبا 100% مواقع f جلوی عدد اشاری میذاریم. اینو یادتون باشه. بعد reopen the collectible script modify rotation line، میگه یه f این جلوش بذارین بعد بریم ببینین چجوری شده. بعد آخرش سیو کنین اسکریپتو و سرعت اسلو شدهش رو ببینید. اینو میذاریم کامپلیت، بریم ببینیم چیه چون انجامش دادیم. میایم اینجا، هنوزم این سرعتش خیلی زیاده که بذارید بکنمش 1/10 مثلا، معلوم نیست. اصلا اجرا نشد کاملین، سیوش نکردم، خودم هم یادم رفت. به کنترل اس میزنیم اینجا هم سبز بشه. تازه این فهمید الان اینجا تغییر کرده. حالا پلی میکنیم. الان باز همون با سرعت 1 داشت میچرخید. خب حالا الان معلوم شد خوبه، کمتر شد ولی یه ذره دیگه باید کمتر شه. میکنمش مثلا 0.2 0.2f. کنترل اس هم میزنم، بعد میام این ور پلی. خب حالا بهتر شد، این باز خیلی بهتره. ولی خب هنوز وقتی میریم از توش رد میشیم هیچ اتفاقی نمیفته، یه برخوردی باش میکنیم و هیچی. خب استپ 8 declare new rotation speed variable. حالا میخوایم بریم یه متغیر اضافه بکنیم به قصه که بتونیم این عدد رو از داخل خود یونیتی تغییرش بدیم، نه عدد ثابت نباشه ای بریم اونجا تست کنیم بیایم این ور عوض کنیم بریم اونجا تست کنیم.
اینجوری فایده نداره. A variable in programming is just a name the piece of data that can vary. میگه متغیر توی برنامه نویسی یک دیتاست، در واقع یه داده یه اطلاعاتیه که یک اسمم داره و میتونه تغییر بکنه این اطلاعات. یعنی یه اسمی هر متغیر یه اسم داره و یه مقدار دریافت میکنه، توی خودش ذخیره میکنه و میتونه این مقدار عوض بشه. منتها نوع متغیر رو ما باید تعریف بکنیم از اول، که این مثل همون فلوت و دابل بود، اینا نوعای متغیر بودن. به طور مثال اول بسم الله باید بگیم این اسمه که میگیم متغیره این چه نوعیه، خارج از نوع خودش رو قبول نمیکنه، ولی در وارد نوع خودش، داخل نوع خودش میتونه تغییر بکنه مقدارش. خب حالا میخوایم کار خودمون رو راحت کنیم، بیایم مثل اون یکی یه مشخصه اینجا اضافه بکنیم به نام اسپید یا روتیشن اسپید که از این تو اینو تغییر بدیم، بریم اونجا هم عوض بشه. نه اینکه دیگه هی بیایم تو کد اینجا اینو بنویسیم سیو کنیم بیایم ببینیم خوب شد یا نه، از تو همینجا بعد تست بکنیم. حالا فکر کنید شما مثلا یه جای یه کار بزرگی توی بازی می‌خواید بکنید، همیشه یه خط چرخوندن نیست، چقدر عذاب میشه بیا اینجا برو اونجا بیا اینجا برو اونجا. خب instructions open collectible script above the start method but after the first opening curly bracket of your script. الان میگم بهتون کجا رو میگه. use inter که یه خط جدید اضافه شه، چند تا خط جدید اضافه کنید. pay close attention to the demo video to see where to put this code. خب ما خودمون دمویم رفقا. معمولا جایی که ما متغیرها رو تعریف میکنیم بالای هر کلاسه. خب اول متغیر تعریف میشه. اینجایی که کلاسمون تعریف شده، خب این کلاس هم یه براکت باز و بسته داره که قلمروی این کلاس به ما نشون میده. اینجا چند تا اینتر میزنیم یه ذره خالی شه برامون. ما متغیرها رو این بالا اول تعریف میکنیم، هر متغیری داریم که بعداً پایینتر ازش استفاده میکنیم دیگه، که یه ذره سازماندهی بشه جای این چیزایی که مینویسیم. متغیر پس یادتون باشه این بالا تعریف میشه همیشه. و منتها حواستون باشه خارج نشین از این براکته ها. اگر اینجا بنویسیم اینجا اصلا نمیشناسه کدی که مینویسیم متغیر چیه و نه اجازه میده اینجا این کدا اصلا ول باشن داخل کلاس. خب توی خود کلاس، منتها توی این چیزا هم نه ها، این براکت های متد ها هم نه، خارج این متد ها ولی داخل کلاس همچنان زیر این کرلی براکتی که بالاش کلاسه. اینجا میایم مینویسیم متغیری که میخوایم. حالا نحوه تعریف متغیر رو میگه. Using lower letter case for the first word but upper letters. قانون نامگذاری متغیرها با متدها یه جاش متفاوته. این متدها رو هم ما هر متدی هم بعداً تعریف کنیم از همون قانون نامگذاری استفاده میکنیم که برای اسم خود کلاس استفاده کردیم. یادتونه کلمه اول حرف اولش بزرگ، بعد حرف اول هر چی بعدش اومدن بزرگ. حالا برای متغیر برعکسه، متغیر اولین حرف کوچیکه همچنان و حرفای بعدی که بیان اضافه بشن اونا کلمه اولشون بزرگه. اینجوری میفهمیم این یه متغیره. یعنی چی؟ الان با هم دیگه یکی انجام میدیم که این بفهمیم چی میگه این قشنگ. Now replace hard-coded rotation value in the update method with this new variable. خب variable چجوری تعریف کنیم؟ شاید این به ما نمیگه چجوری تعریفش کنیم. ای بیشور به زور. اینا دیکشنری اینو میگه ببرید و بنویسید اینجا، اینو کپی کنید اینجا. خب یا بیاین همینو بنویسید. اول مینویسیم پابلیک فاصله فلوت، بعد فاصله اسم متغیر رو تعریف میکنیم. حالا اسم متغیر ما از دو بخش تعیین شده اینجا، روتیشن و اسپید. یعنی در واقع این یه روتیشن اسپیده، منتها فاصله ما نداریم بین اینها، اصلا هیچ فاصله ای نباید بذارید، فاصله نیست. و به جای اینکه حالا مثل قبلی ها این دفعه اینجا هم اولین کلمه رو بزرگ بنویسیم و وقتی تموم شد کلمه بعدی که اومد حرف اول اونم بزرگ باشه، این برعکسه، این اولیش باید کوچیک باشه. اینم خب کلمه اول همش کوچیک،
از کلمه دوم که اضافه شد اون حرف اولش بزرگه. حالا اگر بازم به این اضافه شد روتیشن اسپید، مثلا یه چیز دیگه، مثلا یه آلفا، نمیدونم چرا آلفا تو ذهنم بود ولی اینم اولش بزرگ باز. حالا مثلا یه بتایی هم شاید اومد بعد این، باز اینم اولین کلمهش بزرگ. خب دقت بکنید به این، بزرگش کنم شد. پس روتیشن اسپید آلفا بتا. خب حالا این اسپید اولین کلمش، اولین حرفش بزرگه، آلفا هم بزرگه، بتا هر چی بعد از این اولیش بیاد دیگه. منتها خود اولی نه، خود اولی باید اولین حرفش هم کوچیک باشه. توی متغیرها، توی متدها نه، متدها همش همینجوریه. و اگر شما دیدید جایی یه حرفی، یه اسم اینجوری اولش کوچیکه بقیهش بزرگه، میفهمید که متغیره این. اگر دیدید نه اولش همش هم بزرگه، بدونید که متده. خب اینو که ما الان یه متغیر تعریف کردیم خب به اسم روتیشن اسپید، این آلفابتاش هم بزنید بردارم و کنترل اس که یه مقدار فلوت نگه میداره. عدد فلوت عدد اعشاریه همون. و حالا میایم این روتیشن اسپید رو میذاریم به جای این عدده، اینم یه عدد فلوت دیگه، این انگار همینه، انگار این فلوت هست منتها این اسم داره. میاد میگه برو این متغیر رو نگاه کن، هر مقداری که داشت به اون مقدار انجام بده اینجا، هر جا اسمش بیاد. اسمش رو مینویسیم اینجا روتیشن، خودش هم بهمون میگه این روتیشن اسپید منظورته؟ میگم آره. و به جای اون مثلا 2 F، حالا میام مثلا اینو اینجا می نویسم، میگم این روتیشن اسپید مساویس با 0 ممیز 2 F. F هم باید بذاریم تا ایرادش بره. این انگار همون 2 رو اینجا نوشتیم. خب منتها الان فرقشو میبینیم. یه کنترل اس میزنیم، ای داده بیداد، گوشی ما هیچ وقت صداش در نمیاد، هر وقت میام ویدیو بگیرم صداش فقط در میاد. سایلنتش کردم. میایم حالا اینجا، اگر که حالا اینجا سیو کنید اونور، حتما دقت کنید میبینید به این اسکریپت کالکتیوال یه قسمت روتیشن اسپید اضافه شده. اینجا خودش اومده اسمش رو درست کرده برای ما، هم اولش رو بزرگ کرده هم بینش فاصله گذاشته که اینجا ما راحت اینا رو بخونیم. وقتی زیاد بشن حالا اسمشون بدون فاصله باشه زشت میشه. اما به شرطیه که ما اینجا قوانین نامگذاری رو درست اجرا بکنیم. ما پس توی کد با همین قوانین مینویسیم و اینجا این برامون درستش میکنه خودش. منتها اگه جوری دیگه بنویسیم نه، اینجا هم قرار قاطی میشه. اینا رو از اول باید رعایت بکنیم. بعد حالا یه مقداری هم این میگیره اینجا، یه مقداری ما میتونستیم به خود این بدیم مساوی فلان، اینا میتونیم انجام بدیم ما. خب حالا اگر اینو پاکم بکنیم توی برنامه نویسی برای زمینه‌های دیگه، این الان معنی نداره. این میگه یه مقدار، یا خودش میاد یه مقدار صفر برای ما میذاره توی این، که این کارو میکنه ها در واقع. و ما از توی یونیتی از اینجا هم میتونیم به این مقدار بدیم و مقداری که اینجا توی خود یونیتی بهش میدیم میره میشینه روی این مقداری که اینجا دادیم بهش. خب یعنی این مثلا میکنمش مثبت مثلا 9 F، سیوش هم میکنم، میام این ور. خب اونجا 9 اگر بیام اینجا یه عدد دیگه بنویسم، این عددی که اینجا مینویسم اجرا میشه ها. خب این میره میشینه بعدن روی این، کاری نداره این موقع تعریفش مقدار گرفته ها. اینجا اینجوریه، تو یونیتی این شکلیه. پس مقداری که اینجا بهش میدیم میره همیشه میشینه روی این. خیلی وقتا پیش اومده ما اومدم این مقداره رو عوض کردم، اینجا دیدم عوض نمیشه اونور، کلی ایراد یابی جایی دیگه نکردم. بعد اومدم دیدم اینجا این یه مقداری داشته که این میومده میشسته روی این، نمیذاشته این اجرا بشه و من اصلا حواسم نبوده، این اومدم اینجا دستکاری کردم. پس اینجا به اون ارجحیت داره، این میره میشینه روی اونو گذاشتم 9 میام اینو میگم بهش 2. اینجا دیگه نیاز نیست اف بنویسیم توی ادیتور یونیتی، چون اونور مشخص کردیم براش که چه مقداری میگیره. حالا این 2 اجرا میشه، نه اون 9 که توی کد نوشتم. این احتمال داره بعدن ازمون بپرسه، خودش هم بگه. الان این با سرعت 2، اگر اینجا هم بکنمش 9، ببینیم یه تست بکنیم ببینیم چه جوری میشه و پلی کنیم. گرچه تو پلی مود بعد همین کارو میکردیم. خب میبینید چقدر سریع میشه. حالا میکنم مثلا 2.
آروم شد. خب اینجا هم توی غیر از پلی مود هم بکنیمش 2 که انجام بشه، یه کنترل اس هم میزنیم سیو بشه همه چی. خب اینم اینا رو توضیح داده. اسمشه میگه که حالا اسممون عوض کنید، این کار رو کردیم، این توضیحات رو دادیم همه رو. و این اینسپکتور ویو، خب اینا رو، این استفاده بزنین کامپلیت، اینا رو همه توضیح دادم و این تمرین تمومه. با هم دیگه ببینیم چیا یاد گرفتیم. Explain using statements at top of Unity scripts، میگه این استیتمنت های این using های بالا رو فهمیدیم چیه. Identify a class declaration in scripts، اینا دروغ میگه، اینا رو خیلی متوجه نشدیم. بریم اون دوره رو خواهش میکنم نگاه کنیم. میگه الان شما میتونید تعریف کلاس رو تشخیص بدید، ولی خب اگر ندونید اصلا کلاس چیه به یک دردی نمیخوره. Explain mono behavior class in Unity scripts، این mono behavior همون کلاسی بود که گفت همه این کلاس هایی که به گیم آبجکتی توی یونیتی ربط دارن باید این مونو بیهیویر باهاشون باشه که این کلاسه بره ربط پیدا کنه به اون اسکریپت تو یونیتی، بره وصل بشه به اون کامپوننت. این مونو بیهیویر این کارو میکنه برای ما. استارت اند آپدیت فانکشن رو میتونیم توضیح بدیم. میتونیم یه ترانسفورمی تو آپشن تو آپدیت بریم بذاریم. apply correct data types in code including integers and floats، رفتیم مقدار درست یه متغیر بهش دادیم و کارهای دیگه. این نامگذاری ها رو یاد گرفتیم، پاسکال کیس، کمل کیس. به این دو نوع قانون نامگذاری اینا رو میگم، پاسکال کیس و کمل کیس. اجازه بدید ببینم اینجا گفته بود کدومشه. این اسم چیزا نامگذاری یه ذره نمیدونم چرا الان شک کردم. کمل کیس برای، میگه اینجا using letter for but upper case. آره کمل کیس برای متغیر هاست، اونیه که اولش کوچیکه بعد از اون هرچی بیاد اولشون بزرگه. پاسکال کیس اونیه که از اول حرف اول بزرگه برای متد هاست. و نیمینگ کانورشن و این حرفا. اینم بزنین کامپلیت. این تمرینم تمومه، با اینکه یه مقداری گیج کننده بود، اما اون دوره ما رو نگاه کنید تبلیغ نیست، رایگان هم هست کاملا. 2 سالی هم هست، در 2-3 سال هم هستش که هست تو یوتیوب و تو سایت هم گذاشتم، کاملا هم رایگانه. خواهش میکنم نگاه کنید، بیاین اینجا وسا بشید. میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.